به نام خدا. امید دهقانپیر هستم، مدیر و مؤسس آموزشگاه آزاد فنی حرفه‌ای گوهرسنگ کاسیت و عضو هیئت مدیره انجمن گوهرسنگ کشور. ما در آموزشگاه کاسیت آموزش‌های گوهرتراشی دامده، گوهرتراشی فسد، جواهرسازی، طلاسازی، ریخته‌گری، مونتاژ طلا و طراحی جواهرات رو انجام میدیم. دوستان عزیز توجه داشته باشید، ما در پیج خودمون قراره برای بالا بردن سطح آگاهی شما از لحاظ آموزش‌های گوهرتراشی، آموزش‌های جواهرسازی و اینکه آشنایی با کسانی که قبلا این آموزش رو دیدن و یا در حین آموزش هستن، از هدفشون، از آموزششون و از کارهایی رو که بعد از آموزش قرار انجام بدن و کارهایی رو که در حین آموزش دارن میسازن، قصد داره که هفته یک جلسه مصاحبه با هنرجوهای در حین آموزش و هنرجوهایی که قبلا آموزش دیدن و هفته 2 جلسه آموزش گوهرتراشی رو برای شما در پیج خودمون بذاریم. امیدوارم با این کار بتونیم ذره‌ای علاقه و اشتیاق در شما ایجاد کنیم برای ادامه دادن یا شروع این کار، این رشته و این حرفه پولساز. ما در کشورمون پتانسیل های زیادی برای پیشرفت این رشته داریم و همچنین در استان خودمون پتانسیل های مثل سنگ های معدنی، افراد با تخصص، آموزشگاه های مجهز و آموزش های استاندارد. شما برای شروع کار، شما برای شروع این حرفه قطعا باید آموزش ببینید و آموزش یک رکن بسیار 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 مهم در این حرفه است. شما باید بهترین آموزش رو و استانداردترین آموزش رو ببینید. ما در آموزشگاه خودمون آموزش‌های گوهرتراشی دامده، گوهرتراشی فسد، جواهرسازی، ریخته‌گری، طراحی جواهرات و مونتاژ طلا رو دارید. شما با یه تحقیق ساده میتونید از سطح کیفی آموزش‌ها و آموزشگاه‌ها و تجهیزات آموزشگاه باخبر شید. ما در آموزشگاه خودمون به شما این امکان رو میدیم که به آموزشگاه ما بیایید، پای دستگاه‌های ما بشینید، با دستگاه کار بکنید. اگر این اطمینان رو پیدا کردین که به این کار علاقه دارین، ثبت نام کنید و این راه رو شروع کنید و حتی بیاین بشینین آموزش‌های ما رو ببینید، سطح کیفی آموزش رو ببینید، با شاگردهای ما آشنا بشین، باشون صحبت بکنیم و کارهایی رو که انجام دادن رو ببینیم که سطح کیفی آموزش رو با آموزشگاه‌های دیگه بسنجیم و هر جایی که به شما آموزش بهتری رو دادن رو انتخاب کنید. همونطور که قبلا به شما گفتم، ما قصد داریم که شما رو با آموزشگاه خودمون آشنا کنیم، با هنرجوهای خودمون آشنا کنیم، با آموزش‌هایی که میدیم آشنا کنیم. پس مصاحبه‌هایی رو با هنرجوهای خودمون انجام میدیم، آموزش‌های گوهرتراشی و جواهرسازی رو در پیج خودمون برای شما میذاریم تا با این حرفه آشنا شیم و علاقه‌مند شیم به این حرفه.